گروهی از ساکنان دهه رومان ناحیه باباجان غفورов از نصب موج پراکنی شرکت مبلی تیسل در محل زیستشان اظهار نگرانی دارند. این شرکت آغاز ماه ینور در کوچه فخری همین دهه موج پراکنی نو ساخته است. آدم من 10 متر 15 متر پشتی 50 متر شدن اصلا این مبانی ها خوش نشد بالی احتجاج نشد مخصوصا من با من همین تگش که هیام خودم مسلوق که هیام همون زیان شای اوتوسیان با من یک کد کوی نو رسم زیان شای اوتوسیان اكو اینها نمیگن همون با ما یگون رئیس ها یگون همون ارگانیزاسیون رئیسش بیاد همین دیسپلین همین زیانش نیست شما بگن شد موندن گیرم. مسئولان مقامات محلی در پی مراجعت ساکنان قبلا ساختمان آن را باز داشته بودند ولی بعدا بر اساس خلاصه متخصصان اداره های ذی‌دخل دوباره اجازه دادند. پزشکان میگویند این تجربه در دیگر محل ها نیز هست. خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی جمهوری هست در حالت اجازت همون خدمات باشد یگان خیلی ماندگی نمیشه. شما از نگاه طبی کم شرح داده میتوانید که همین مثلا بودن همین موج پراکن به سلامتی مردم تا چند اندازه ضرر میرسند یا ضرر نمیرسند؟ اگر ضرر میرسند نمیگذاشتن نمیشه. در همین حال مسئولان شرکت تیسل در منطقه سوخت آماده نشدند در این باره صحبت کنند و معلوم نیست آنها تا کجا بی‌ضرری موجگیر را به سلامتی ساکنان کفالت میدهند. ولی چنین موج پراکن در حدود منطقه تابع به شرکت تجارتی و استحصالی نور ساخته شده است و رهبری آن میگوید ساختمان طبق معیار در بلندی 35 متر جایگیر است. در صورت زیان رساندن بلند میکنیم با چند متر اگر دولت گوید که بلند کن گفت بلند کردن با انتن برداشتن با قوتمون میرسد. تیسل یکی از شرکت‌های اساسی علاقه و اینترنت تاجیکستان است که سالهای اخیر برای خرد بودن حوزه موجش از طرف کاربران تنقید می شود. آن به شرکت مبلی تلیسنر شویتس تعلق دارد اما 60% سهمیه‌هایش در تاجیکستان که در اختیار نهادهای مربوط به آقاخانه 4 است. خدمات علاقه تاجیکستان موقع جغرافی، کوهستان و گران بودن نگهداری زیربنیادها را از سبب‌های سرعت سست اینترنت و پست بودن شدت علاقه در کشور نامیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.